شو منتظر چی هستی؟ بلند شو یه کاری بکن. هیچکی براش مهم نیست که تو داری چی کار میکنی و چه بلایی سرت اومده و قراره چی کار کنی. شو منتظر چی هستی ها؟ بلند شو یه تکونی به خودت بده، یه کاری بکن، یه کار کوچیک انجام بده. بابا هیچکی براش مهم نیست داری چی کار میکنی و کجایی، هیچکی براش مهم نیست. فقط خودتی، فقط خودت تنهایی. توقع داشتن از آدم ها مثل این میمونه که بری جنگ، تیر تفنگت تموم بشه و فکر کنی که اون دشمنی که روبروته الان بهت رحم میکنه، میگه خب حالا که تیر نداری منو بکشی منم نمیکشمت. نه، از این خبرها نیست. بلند شو یه کاری بکن، یه تکونی به خودت بده. آخرش که مردن، خب منم میدونم آخرش مردنه، ولی خب میخوام تو خلاف بمیرم، حداقل تو این حال و هوا میمیرم دیگه. ببین چی میگم؟